سلام عزیزان، خوش اومدیم به درس جدید. درس جدیدمون درباره 2 تا کلمه هست. یکیش صادقانه و دومی خواستن هست. صادقانه در زبان انگلیسی میشه honest و خواستن در زبان انگلیسی میشه want. honest و want میشه خواستن. خب حالا با honest یه جمله بسازیم. بگو نظر صادقانه منو میخوای؟ یا نظر صادقانه من. نظر صادقانه من در زبان انگلیسی میشه in my honest opinion. به نظر صادقانه من میشه in my honest opinion. خب حالا سوالی بگو نظر تو نظر صادقانه منو میخوای با want و honest دوتاشون تو یه جمله میان. نظر صادقانه منو میخوای؟ You want my honest opinion. تو نظر صادقانه منو میخوای. You want my honest opinion. حرفش میشه You want my honest opinion. تو نظر صادقانه منو میخوای. نظر تو میخوام. من نظر تو میخوام درباره اون. نظر صادقانه تو میخوام درباره اون. خب اینجا بعداً درباره‌شون توضیح میدم. I want من میخوام نظر صادقانه تو درباره اون. her به زن میگن، به خانم. I want your honest opinion on her. خب اینجا میتونیم بگیم want your. هر زمانی تی با وای کنار هم بیان صدای چیه میده؟ I want your honest opinion on her. من نظر صادقانه تو رو میخوام درباره اون. خب چرا نگفتیم about میشه درباره. در جمله هم میتونیم هر دوتایشون صحیحه، هم on هم about. در جمله هم میتونیم بگیم on her هم میتونیم about her. هیچ فرقی نمیکنه.